کسی که بعد از نماز خفتن یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یعنی سه جمله را بخوان. چقدر بخوان؟ 1220 دفعه بخوان، 12 روز بخوان. هر مقصدی که داشته باشی به دست میاره، هر مقصدی که داشته باشه امور به دست میاره. 1220 دفعه با چی میشه؟ 1200 دفعه، 1220 دفعه، 1220 مرتبه. چرا بخوان؟ یا بدیع العجائب یا بدیع العجائب عجائب بالخیر، یعنی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعو، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعو. 1220 مرتبه، یعنی 1220 مرتبه بخوان به خاطر هر مقصدی که میخوانده باشه.